کانی قرصک شما رو نمیشنم. سلام خوجان. بهترین. السلام علیکم شهری خوجان. کانی صدای شما رو نمیشنم. قرصکی بالا میزنیم. روز عاشقان مبارک شود. گرچه یک روز هم گذشته باشد. دوستان عزیز، من همه شما رو با همین روز ولنتین، یعنی که روز عاشقان، تبریک میکنم. بگذار در دل همه شما همیشه محبت صمیمی باشد. بگذار در دلتان عشق باشد، صمیمیت باشد، یکدیگر رو همیشه دوست دارید. عاشقان هستن در همینجا در طلاب؟ نیستن؟ یگان نفر همین در دیروز در روزی عاشقان اظهار محبت کرد؟ نخواد. با فکر من شرم کردید. به هر صورت ایدی عاشقان مبارک شد. بار دیگر همه شما رو تبریک میکنیم. در خاندانتون همیشه فیض و برکت باشد. دوستان عزیز، امروز با یک خورسندی، با یک سربلندی من گفته میتوانم که کنسرتی نوبتی ستاره صنعت جمهوری ازبکستان، نفری که در حقیقت صدایش پر از صمیمیت و محبت خاکسار است. چون استاد میگوید زندگی را از کتاب روزگار آموختم، عشق مهنت را به اوج کسب و کار آموختم، در زندگی خاکساری یافتم قدری بلند، من سرخمی را از درخت روزگار آموختم. چون امروز یک شخص خاکسار صدای پر از محبت و صمیمیت ترانه‌های عشق و محبت می‌سراید. مخصوص برای شما بانوی هنر سوینچ مومینова. یک قرصک بلند می‌زنیم برای بانوی هنر. و باز یک چیزی دیگر را نگفته نماند که عزیزان دل، امروز سوینچ تنها نیست است. امروز باز یک بانوی هنری که ستاره صنعت جمهوری تاجیکستان، بانوی هنر سیمای زیبا دارد. صدایش از سیمایش هم زیباتر. فرانگیز دنیا. دوستان عزیز، یک قرصک میزنیم بانی میبانی هنر. امروز سورپریزها هست، توفا هست. اگر نگفته نماند که یگان نفر بر اومده در حقیقت اگر عاشق باشد و بسیار آرزو میکرد که در نزد همه اظهار محبت کند، امکانیت هست. من البته به صحنه دعوت میکنم، مخصوص سوینچ برای شما تحفه میسپارد. نفری که اظهار محبتش در حقیقت صمیمی باشد. و باز یک تحفه دیگر با یک خواهرچه مهربان ما که از شهر خوجند است. آن نفر نام دارد فرزانه. به فکر من که در جمهوری ازبکستان با سرودی سوینچ مومینова دوستانی عزیز جای اول را اشغال کرده است. لیکن سوینچ بعداً جیغ میزند. این حال دوستانی عزیز، اگر شما آماده باشید، من سخن را زیاد نمیکنم. چون امروز دوستانی عزیز سوینچ مومینова نیت کرده است که محبت شما را احساس کند، تبسم شما را بیند و همه شما را در حقیقت دوست می‌دارد و خود امروز اظهار محبت برای مخلصان خود می‌کند. دوستانی عزیز و مهربان، شما آماده اید؟ نه، این حساب نمی‌شود. بلندتر. این هم حساب نمی‌شود. باز هم بلندتر کنید. سه آشیانه داریم. صدای خوجانه نمی‌شنویم. سلامت باشید. تشکر زیاد میگیم. و باز یک چیزی دیگر را باید قید کرد که نفری که میخواد برای سوینچ مومینова اظهار محبت نه دوستان عزیز، نفری که میخواد که برای سوینچ مومینова یگان سخن بگوید، یگان سرودش از خود درخواست کند، مرحمت مکتوبچه کرده به من آرید. من البته سوینچ را دعوت میکنم و در نزد شما سرودی که شما میخواهید و گوش کردن میخواهید برای شما میسرد. خوب؟ مالش؟ و در اینجا دوستان عزیز یک تونه 5 سرودی نو، 5 سرودی تازه ایجاد از جانب این نفر می شود. همزمان فرانگیز دنیا دوستان عزیز و مهربان امروز مهمانی کنسرت برای تبریکات و سوینچ مومینова آمده است و این نفر نیز یک چند سرودی تازه ایجاد مخصوص برای شما می سرد. اکنون دوستان عزیز بیاید در زیر بلندترین قرصک های شما سوینچ مومینова را دعوت میکنیم. مرحمت.